دیگه مادر، فکر کن داستان زندان خلاص شد. خب حال چی خواهد شد؟ یک کمی زمان میگیره تا به وظیفه‌ام پس برم. تشویش نکن، خدا مهربان است. هرچی به خیرت باشه. چی بگویم جان مادر؟ آمین مادر جان، خداوند بزرگ است. راستی اگه موتورت خوب نگاه کردم لالا، قبل از اینکه پرسان کنی خودم برات گفتم. خب تو خراس میگی، باز میبینه. بگی بچه. منو مادر منو. چند دقیقه صبر کنین بچه. اطاعت میشه قماندان صاحب. ما یک دگروال هستم، با ما مثل یک مجرم رویه کده نمیتونی. تو چی میکنی؟ میتونم دگروال، میبینی که ولچک میزنم. گوش کو چی میگم؟ آدم ماری مرا به حوزه ببرین و اظهارات ما بگیرین. این چه رذالت است؟ دستورم قسم است دگروال. حال دانه تا بسته کو. کل جای تلاشی کنین، حالا کل جای. قماندان صاحب، نوکریوال گفت به شما بگویم گذرگاهی را که شما میخواین از جبرین بسیار ناامن است. تشویش نکو الیاس، بوته بده بلا نمیزنه. چی کنیم؟ خیده خانه بشینیم؟ به هر قیمتی که شوه اونجا میره. اطاعت میشه قماندان صاحب. درست است جانم، درست است. من براتان وعده میتم که استراحت میکنم. گفتم که استراحت میکنم، به گپایم باور کنین. براتان وعده میتم، اما من حق دارم که بفهمم در کشور چی جریان داره. درست است پاشا، اما ببینین این قسم 45 دقیقه از وقت خوابتان تیر میشه. خب تیر شود دیگه چی میشه؟ اگه خو نشم رشد نمیکنم یا سخانایم از رشد میمانه، شاید موهایم بتکه چطور، شایدم جلدم خراب شود. البته که تو نمیشه، اما ببینین استراحت برای شما بسیار. گپه براتان میگم، اگه یک وقت دیگه میبود من در مقابل جوانی و زیباییتان فوراً تسلیم میشدم. بله میگفتم و بر خواستیتان با علاقمندی و رضایت کامل عمل میکردم. اما قندم خانم محترم، امروز او روز نیست. دست به کودتا زدن خانم، کودتا. شما چرا گپ مرا نمیفهمین؟ اونا دست به کودتا زدن.
درست است. 5 دقیقه دیگه هم سیل کنین. اما کل دوایتان میخورین همیاله؟ زهرم که به تن میخورم. یه حقیر و فقیر گپ زیباروی مثل شما را ما هیچ وقت رد نمیکنم. تو به زبان شما هیچ نمیفهمم این مردا چی وقت اصلاح میشن. سر و صدا نکنین، چوب شوین. دقار خدا شوین به شرفا. اما خانم خندان 5 دقیقه من خب پورا نشده. اما ببینین کی آمده؟ دست مرا بگیره. البته بیاین. این موضوعات همیشه در کشور اتفاق مفته. بعضی ها احساساتی عمل میکنن. میفهمی آخرش چی میشه؟ آخرش کسایی که سرشان ظلم شده، ستم شده، حقشان ناق خورده شده به فقهان میآین. زن و بیوه میشن، طفلا یتیم میشن، بیچارگی زیاد میشه و وحشت به اوج میرسه. کوپوز با این کارشان تحصیل کرده ها بیکار میشن، طفلا در ویرانه ها به دنیا میان، همونجا کلان شده جوان میشن. وقت است که میگن کسی نیست که ما را از بدبختی نجات بده و غم ما را بخوره. باز همون وقت است که یک نفر از بینشان سایه‌وار ظاهر میشه. میفهمی وقتی و آدم ظاهر میشه چی میکنه؟ و آدم کلی کثافت کاری ها و رذالت ها و بدبختی ها را برمش پاک میکنه، کاملا مثل روزای گذشته. او در معادن زغال کار میکنه، در دریای سرخ و در دشتا و بیابان ها میباشه، در کوههای سرد منفی 30 درجه پیردار میباشه و سختی ها را تحمل میکنه. حتی در دورترین قریه ها معلم میشه و خدمت میکنه. و آدم طفل ای کشور تعلیم میده. کوپوس گپ مفهومیدی؟ کسایی هستن که همیشه ای بدبختی ها را پاک میکنن. هیچ تشویش نکو، ای بارم همه قسم میشه. کشور ما ترکیه بالاخره از اودش میبرایه. هیچ جگرخون نباش بچیم. هر وقتی که پریشان شدی باز وقت درباره قسمی که در شروع عسکری خوردی فکر کو. در فکر هیچ چیز دیگه نباش بچیم. خب و خیال ملکی اعظم جنت آمد دیگه. معذرت میخوایم مزاحم برنامه تان شدم. خواهش میکنم، مهم نیست. خوب است که هستین پدر. بچه یک سرباز اگه 2 پای خودم در میدان جنگ از دست بته هرگز پشانی خودت ترش نمیگیره. هیره فراموش نکنی. اما دولت کارای سر به خود انجام دادن نمیتونه. چرا نمیتونه؟ میشه توضیح به بده؟ خاطر که موضوعات خارجی رو نباید فراموش کنیم. مخالفین هم از دهلیزهای ترورم از شمال عراق تا مرزهای داخلی ما فعال است. اما دولت کارای سر به خود انجام دادن نمیتونه. دولت بدون کدام معطلی فوراً باید تصمیم خود بگیره. ما در این موضوع کاملا خواهان تغییر هستیم. در هر شرایطی که هست باید اوضاع فعلی را مد نظر بگیریم. گپ فردا را به فردا بالیم. دولت باید نیروهای نظامی دور بسازه و یک کشور آزاد باشه.
چطور نمیتونیم؟ بدون اونا تجارت نمیتونیم. میتونیم. دولت باید این فرصت پیش آمده را رهبری کنه، چرا که مردم میباره تنجیل بخوره تحمل نمیتونن. شخصا خودم علاقه‌مندی به نظامیانه دارم و نمیخوایم هیچ سربازی در وطنم ببینم. بعد از یک وقفه کوتاه پس میاییم. بله ما میموریم. تو راحت باش، ما میموریم. چی شده؟ به نظرم بچه ما قار ساختن ها؟ اوی هدف دیده فایل کنین، بدون تردید فایل نکنین. هلا عجله کنین، فایل کنین. مهمات محکم است. از کجای فرصت کنین؟ یکی دور پر به سمت چپ کنین، به سمت چپ زود موضع بگیرین. تعدادشان زیاد است. قماندان صاحب دشمن بسیار نزدیک شده. عاجل کمک میخوایم. عاجل کمک. قماندان صاحب تکرار میکنم عاجل کمک میخوایم. کمک روان کنین. عقاب شخصیت تکرار میکنم. ما محاصره شدیم. عاجل به کمک نیاز داریم. عقاب شخصیت این مخابره لعنتی رسی شده ای وقت. عقاب شخصیت صدای من مشته. عقاب شخصیت ما محاصره شدیم. تکرار میکنم دشمن بسیار نزدیک شده. مشتن صدای من. عقاب شخصیت عاجل به ما کمک روان کنین. تعدادشان حساب کردن نمیتونم قماندان صاحب. تعدادشان بسیار زیاد است. عقاب شخصیت کمک روان کنین. عقاب شخصیت زود کمک روان کنید. دگروال کوپوز من هستم. امر کنین قماندان صاحب. از ارزینجان پس آمدم. فردا در قرارگاه می باشم. صبح وقت باید جمع شویم. اطاعت میشه قماندان صاحب. خب ما فعلا کاری کده میتونیم؟ امر از وزارت رسید. فردا معلومات لازم درباره افرادت خواهد رسید. میخوایم فوراً اونا را جمع کنیم. هیچ وقت نداریم. اطاعت میشه قماندان صاحب. عمل کنن قماندان صاحب. اوراق بر حالیت رسید. بچیم بخیرت باشه. زنده باشین قماندان صاحب. برید من بایرام امرا و غالب و 3 نفرم پیدا کن. ما اوراقتان تای مراحل میکنم. هیچ وقت نداریم. اطاعت میشه. شنیدم بایرام در وضعیت بسیار بده است. برات گفتم در جریان باشی. گرفته شد قماندان صاحب. بچه‌ها برات زنگ میزنن و آدرس هم میتن. اطاعت میشه قماندان صاحب. کان مشکلت حل شد؟ بله. ای خدا را هزار بار شکر. عاجل دیگه باید برای مادر. کجا میری بچه؟ نانتا نخوردی؟ سیر نشدی؟ توبه خدایا. ای بره. یکی از اعضای هیئت علمی فاکولته اطلاعات سیاسی را با خود داریم. اسیستانت اصل ازگان. خانم ازگان صبح بخیر. صبح بخیر. زنده باشین. درباره کسایی که مکانیزم این کودتا را رهبری میکنن میشه شما نظر خودت بگویین؟ بله متاسفانه ترکیه بازم یک کودتای بسیار بد تجربه کرد. به نظر میرسد تا زمانی که مکانیزم اصلی دولت تغییر ندهیم زیاد شاید این قسم اعتراضات خود بودیم. البته ایام تنوع خود داره، اما موضوع را که میخوایم اشاره کنم این است که این خدا تلویزیون هم گپ میزد. از برای خدایی هیچ خو نداره. و خیلی شبکه دمو شبکه خو میکنه. یعنی شما میگین مشکل در ساختار اجتماعی ما؟ بله کاملا نمیخسم است. چرا که او زن با سربازا مشکل داره. بله در قدم اول ذهنیت موجود مردم مشکل ساز از تمام زجر مردم از طرف پلیس ترافیک میبینن. مردم بدل خود و به اولا اینا پلیس ترافیک یاد کرد. جواسیر موتر کجاست که من تو بیخم موتر دوان در آیسته من استاده میکنم. باز من چی کنم؟ تو بدو کجا مانده مشو. نمیگم مشکل اصلی تنها مربوط ما میشد. بله تمام جوامع بین المللی هم شایسته هستند که لعنت به شیطان. بیادر چی کردی بیادر جان؟ فکرت کجاست؟
چو؟ قماندان صاحب من کوبلای هستم. کوبلای تیکانجی. کوبی دماراش. کوبی؟ دماراش گفتی؟ بله. چی میکنی بچه؟ چی کنم دیگه بیا در کار میکنی. او آدم پیش روی تا چرا نمیبینی؟ این بغل کشی دیگه چی مانا میتن؟ خیریت هست؟ تو به خدایا تو چراغ سرخم ندیدی؟ باشه ناله جورش میکنم. تو خودت هم دیدی که یک حادثه بود. پیش آمد دیگه، چطور کنم؟ دست من خونه است. مرا تو خطاب نکن. خودت اول مرا تو گفتی. دی گل صبح چی جنجال بند ماندیم. قماندان صاحب جورش میکنم. این موتره که میبینی توتای پلاستیک آهن است قیصرت. کوبلای متوجه هستی که چی میگه ها؟ چی را جور میکنی؟ خانم اصلا شماره قماندان صاحب یعنی شماره ی آقا رو میگیرم. شماره خودم با او میتم. بین خود مشکل حل میسازیم. قماندان گفتی؟ بله. قماندان. خب قماندان به نظرم تو از خود کاربار نداری. من اصلا که دختر به جایی که برای من کار من نشان بیتی متوجه گپای خودت باش. کوبلای این کار هرچه زودتر حل بساز که بریم. این گپای ناقه بیشتر از این تحمل نمیتونم. بله برو دختر بیعقل. قماندان صاحب صدقیت شبام تا قصش نشو. درست است من مشکل حل میکنم. میبینی که امروز خانم از پلوی چپ بیدار شده، کلش خراب است. چطور کنیم؟ شماره تو برام میتی؟ باز یک جای میبینیم. عجله کو کوبلای. اینا میایم خانم میایم. اینی شماره است با ثبتش کن. تشکر. زنده باشی قماندان صاحب. آمده حالا بود برکتش نه. حالا نوبت بایرام است دیگه. خوش آمدی کوپوس. زنده باشین قماندان صاحب. پلیکو بچه. این تصاویر پست مرزی را ریاست مخابره روان کرده. گرفته شد. بگوین چند نفر هستن؟ راپور بتین چند نفر هستن؟ تعدادشان حساب کردن نمیتونیم قماندان صاحب، بسیار زیاد هستن. او قابش است یک کمک روان کنیم. خوب در این پسته به شمول یک افسر 4 شهید دادیم. سربازا زیاد مقاومت کردن اما تلفات سنگین است. تشکر میکنم دوستا. میتونین بره. تو باش کوپوس. وقتی که اسلحه‌ت از دستت بفته باز لاشخورایی که در دورت هستن حمله میکنن. از همین خاطر هرچی که میکنی بکن، اما دوباره اسلحه‌ت به دستت بگی. یک دقیقه هم از دست نده. اطاعت میشه قماندان صاحب. زنده باشی. کارتونی را بیار. گفتم کارتونی را بیار. کارتونی نیست بچیم. میبینی که پیدا نمیتونم. شاید خلاص شده. کارتونی را بان. دیگر روزا خوب بود. امروز مچم چرا نیست. کارتونی را بان. پیداش کردم. میفهمین از کجا پیداش کردم؟ عین از نزدیک مکتب پایین آوردمش. بیبی پدر جان لطفاً خواهش میکنم قربانت شوم از اینجا شور نخوری. فهمیدی؟ بیبی هم خود علاق میسازی هم ماره. فهمیده شد؟ ایران نان خورد؟ نه زد کده کی کارتونی بان. فهمیدم. یعنی که باز از پلوی چپ بیدار شده. من باید وظیفه برم بایرم. اگر این باز صاحب کار سرم قار میشه و تمام روز اکت میکنه. گفتم برای کارتونی بان. نیست بچم نیست. چرا گفت نمیفهمی؟ کارتونی مارتونی نیست. لطفاً آرام باش بیبی. بعدن باز ما تو در جنجال میمانیم. ناقصاب خودت خراب میکنی. حالا جانم برو به خود یک چای دم کن. سیس من اینا رو جمع میکنم. برو زندگی. خب تو چی میخواستی بچه قنده؟ کارتونی بان. کارتونی؟ چه قسم کارتونی برات بانم؟ مقصد یک کارتونی باشه دیگه. خب سیس.
بایرام به ایران کارتونی پیدا کردم اما من فوراً باید بایرام معلوم است که تو چی میکنی؟ ایره به من بده تشویش نکن خودکشی نمیکنم اگه تو نمی بودی اگر نمی بودی کارو میکدم میفهمی اگه به مروم هیچ گپ نمیشه اما فعلا در یک وضعیت بسیار بد قرار دارم خودکشی هم نمیتونم بایرام بیبی لطفاً قسم نکن لطفاً بچیم پیش چشمای معیوب میشه ما 30 سال با او یونیفرم خدمت کردم اما در یک روز جنگلی وارد رو انداختن خانمم در زنده‌خانه مردم صفاکاری میکنه خسروم آلزایمر داره شور نمیخوری که صاحب خانه پشت کرایه میایه ما چی کنم خدیجه ما چی کنم بایرام بیبی این روزا تیر میشه اما لطفاً قسم نکن لطفاً باز پشت کر آمده بیشی باز جنجال جور میشه بیشی من خودم سیل میکنم بایرام حالا بیا باز چی شده؟ قسم میخورم تفنگچه من میگیرم او را دفعه خود کشتم صاحب خانه نیست خیلی کی است؟ بیا بگو خدیجه کی است؟ ها؟ دوران صاحب کن قماندان صاحب چطور امکان داره؟ یک هفته قبل برام گفتین محکمه تان مونده خلاص شد آزاد شدین او داستانش طولانی است باز برات قسم میکنم حالا یک کار عاجل دارم حالا خیرت باشه قماندان صاحب همه قدر استراحت کافی سپیریتمن با ایران سر وظیفه میره قماندان صاحبی که پاره بان بیا زو کلیم خراب است بیا بیشی که برات یک جای دم کنم بیا بایرام گپا نفهمیده بخیرم کوپوس پدر تیم تکمیل میخواه آی قماندان صاحب جانم فدایت هیره خو میفهمم اما این قسم شوخی ها کتمه نکو بیا زو قلبم در گرفته یعنی راست میگی تو رو والا بدو دیگه تیاری بگی اول سر و ریشی تا اصلاح کن من برم دیگر را پیدا کنم سیس گیره قماندان صاحب امو دو دیوانه ای که داشتیم دیگه کی باشه بایرام قسم است که میره دیگه دوستارم خبر بده به خدا بگرفتن اون میره به خدا راست است امره او غالبا میگیره به خدا شروع میکنیم پس شروع میکنیم بله همین قسم است بله همین قسم است خدای 1000 بار شکرت خدا رو شکر نه خیر اتو نمیشه بیبی هنوز شب نشده او احمق چرا ما را در این وقت اینجا استاد کرده این کارش چی من آمیده ها فراموش کردی مفکور از خودت از غالب حال استاد باش مفکوری مرا چی کده امره ما خود کدام کار بد نکردیم بچیم بیادر در سکتور خصوصی امروز ما هم در اینجا یک جایی داریم ها جای داری کدام جای احمق تنها و لوده به ما یک کار داد ما را مثل دختر اینجا استاد کرده خودت نمیبینی ناک دلت خوش است بیبی در اینجا لوده نوشته کردن لوده اون مارک از بچه مارک در سکتور خصوصی مهم است اینا رو یک بار یاد بگی دیگه دانو بینی تا یکی میکنم زیاد مهم است لعنت به این مهم بودن تو رام گفته بودم سکتورتان خواهی عکس تقاب که در خانه ویزان کن لوده به شرف اصابا من خراب نکن شت اون آمد محترم تا هنوز باز نکردیم بعد از 5 بجه در خدمت هستیم
دلم میشه همیشه براشم. تو را چی؟ نمیشه، به خاطر که ما فعلا امکانات سرویس نداریم. از او خاطر 5 بجه در خدمتتان. دستتو پس کن. او کل گفتم بست از گپ نمیفهمی؟ تو چی میگی بشرف؟ دوستم گفت که گپ بشنو و آدم شو. اگر نه کله خرس مانند تا مثل تشلی کچکلی تو کپ کپ کنم که خودتان خودش شناخته نتانی. فهمیدین؟ حالا در موترتان بالای شوین و رنگتان گم کنی. حال ما باشم یا بریم مچون؟ قماندان صاحب. ها قماندان صاحبتان، ما در زندان پست دادیم شما اینجا ساتیری میکنین میزه بابرتون. این دیگه چه قسم کالاست که شما پوشیده؟ پرسان نکو قماندان صاحب، یک بعد کردیم دیگه. گپ خوب گوش کنین. صبح 8 تا 15 دقیقه نظام است. امر دگروال کپوز است. لباسایتون رو تغییر بتین، به قرارگاه بیاین. نظام گفت؟ او تو نگفت بچیم توبه توبه. گوشای تا چر گرفته چی دیر بودا؟ نکنین که باز جزایی میشین. مقصد صبح 8 تا 15 دقیقه. اگه گردش دارین نبیاین. آی امره خلاص شد، نجات یافتیم. خلاص شد، نجات یافتیم. زنده باد. والا خوب گرم کاری کردیم نه؟ بسیار تشکر. نوش جان. بسیار تشکر. نوش جانتان. توبه، هر روزی کبابا خورد شده میرن به اندازه دانه مرغ شده. آدم کجا سر میشه؟ از اینجا که برآمدیم میگم که یک قابلی بخوریم. نظر چی است ها؟ من خوب برات گفتم جایی همیشگی خود میرفتیم چی ضرور بود که اینجا بیاییم؟ این گپا چی مانا میته؟ به خاطر آینده خود اینجا آمدیم و میفهمی تصمیم برای ما بسیار زیاد مهم است. من میخواستم رستوران برات رزرو کنم اما نشد دیگه. خب خیر، در فیلم ها همین کارو میکنن نه؟ بچه فیلم میایه تمام رستوران خالی میباشه، دختر و بچه به تنهایی نان میخورن. من تو یک چیز میخواستم. براک. بله جانه. این کار کمی به طبیق نندازیم. نظر چی است؟ یعنی کودتا شده و زامبیازو خراب است. چی خواهد شد؟ وظیفی تو چطور خواهد شد؟ هیچ چیزی را نمیفهمم. یعنی مرا نمیخوایی دیدم؟ نه خیر نه خیر. حد زده نمیتونی که چقدر تو را میخوایم. خب این قسم که هست روسی میکنیم درست است؟ موضوع بسته شد. فهمیده شد؟ فهمیده شد. حالا نانت بخوش کن. میبخشی گارسون میشه یک دقیقه اینجا بیایی؟ نمیشه دنش ما خور نزنن و مزاحمت نکنن. از برای خدای چی حال روز است؟ نمیفهمم. بله؟ قماندان صاحب؟ قماندان کان دوباره پس آمده. خب ما نان و عروسی یعنی گپ عروسی بود. زیاد خوش شدم قماندان صاحب. بسیار زیاد خوش شدم. بسیار خوش شدم. تیار سید سلام. آماده امرتان هستیم قماندان صاحب. بسیار تشکر. زنده باشه. سلام دوستا. سلام. چطور هستی؟ زنده باشه. شما هم زنده باشین. به جایت رفته میتونی. رانگور راحت به گپایم گوش کنین. دوستای عزیز، بعد از یک مدت طولانی از اینکه دوباره در بین شما هستم بسیار زیاد خوش هستم. اما فعلا در وضعیت قرار داریم که نه از شیشتن لذت میبریم و نه با یکی دیگه درد دل میتونیم.
سر از همین لحظه به هر نوع عملیات کاملا آماده و در احضارات باشین. در داخل و بیرون قرارگاه در هر نوع شرایط زمینی و هوایی دقت و توجه نهایی تانه میخوایم. خداوند یار و یاورتان باشه. زنده باشه. بایرام آمدی؟ برید من بایرام آماده وظیفه است. امر کنید قماندان صاحب. براک لومرای برید من براک امر کنید قماندان صاحب. گندوقدو دوم برید من مراد گندوقدو امر کنید. سلجوق برید من قدم دار سلجوق یلل میز امر کنید قماندان صاحب. توران برید من توران آماده وظیفه هستم قماندان صاحب. امره برید من متخصص امره آماده امرس امر کنید قماندان صاحب. غالب برید من غالب گلر امر کنید قماندان صاحب. تیم شمشیر تیم شمشیر تیم شمشیر شمشیرتون برنده باشه. شما که رفتن اونا چی میکردن قماندان صاحب؟ اگه اشتباه نکرده باشم وقتی رسیدم بخیان مافیا قفبایی بالایشون کرده بود. بینی ما را بریدی بچه‌م. شما چه قسم محافظین هسته؟ نه قماندان صاحب نیست. با خدا کلشان لعت خورده و زوف کرده بودن. مثل یک خواب بد بود. باور کن. یکی ما را راننده فکر میکرد، یکی محافظ، یکی کلینر. خیر باشه. فریب گپای یادم خوردم. شرکت گفتم مغزم خورد. ما هم قبول کردم. هی براک زیاد گپ زدیم، بریم کمی گرم کاری کنیم. چطور؟ بریم دیگه، خسته بس است. بچه‌شم قماندان صاحب. هلا بریم. بایرام آماده هستیم قماندان صاحب. تیم شمشیر آماده است تا جزای دشمنه بده. شمشیر خوب به یک شکل جمع شد، اما کاش سردارم با ما می بود. کان تو هیچ چیز نمیخوری بچیم؟ اما قسم خو میشی؟ بسیار مانده استم مادر، خوابم گرفته. خانم اصلا چرا گردنبند بسته کردین؟ پرسانم میکنی کوبلای؟ فهمیدم در شمال قسم شدین خانم، ریزش کردین. بله شیشه پایین بود، شمال سرد میاد. نه خیر، او قماندان تو که بود نه؟ امو که موتر مرا زد و فعلا گمه است، به خاطر اون نزدیک بود گردن میده شوه. خوب شد دکتر دید اگه نه. اوه کوبلای، بعدا همراه تو درباره مسئله قماندانت گپ میزنی. درست است خانم اصلا، برش زنگ زدم، با خدا که خاموش است. تشویش نکنین، حتما خسارش میگیرم. درست است کوبلای، درست است. آهسته بشینین خانم، متوجه باشین. چقدر میشه؟ چی چقدر میشه خانم؟ مصرف موتر میگم کوبلای، چقدر میشه؟ خب اگه تنها پمپر پشت سر جور کنیم 2 تا 3000 مصرف داره، همراه کپی کشی و رنگمالی 3500. اما اگه مستقیم پمپر بدل کنیم به نظر من شاید در حدود کوبلای زنگ بزنی مشکل حل بساز. ناق بر من نظرم نتی. امیاله خانم؟ بله امیاله. زنگ بزن بلنگورم بزن که خودم گپ بزنم. بیازو تو از کار نیستی.
شماره را که شما به تماس شده این فعلا به دسترس نمی‌بینید. میبینین خانم حتما مصروف است. بیا زو خدا میفهمه اونا حال کجا باشن. هدفت از اونا چی است؟ قطعه خاصم میگم تیم دارن نه؟ قماندان سر تیم از خانم. چی کردی غالب؟ اوضاعت بیخی خراب است. هیچ پرسان نکنین قماندان صاحب. چی کنیم دیگه؟ بهادر با ما یک چای بیار. قماندان صاحب نظرتان چی است برام همراه قماندان کپوس گپ بزنم؟ اگه خوش داری برو گپ بزن بچه. خوش دارم قماندان صاحب خوش دارم. هدفم قماندان کپوس نبود قماندان صاحب. دیدم دوست دارم میرم همراهش گپ بزنم گپام میزنم اما از این میترسم که رد نکنه. یک چیز بفهم بچه در آینده ما نخواد دیگه بیکار شویم. همیال وقتش از برو کتش گپ بزن. به نظرم اگه گپ بزنم بسیار خوب میشه. خب من دیگه رفتم. بخیر بیری. بایرام چای خواستی یا نه؟ خواستم قماندان صاحب. قماندان صاحب براک زیاد هیجانی بود. پرسان نکو زیاد. یک دفعه نزدیکای عروسی شب بازو وقت سیلش کن. بله قماندان صاحب. چی گپ هست مونده شدی؟ یک کم اگذره. خب افسر تو از من میخوایی که برات خواستگاری کنم؟ بله قماندان صاحب. یعنی وقت همراه دیدم به تفاهم رسیدم قماندان صاحب. دیدم قماندان صاحب. ها خانم دیدم. بله. خب گفتیم اگه شما در وقت مناسب به دیدنشان برن یعنی وظیفه به دوش ما افتید. وقت رفتن همراه خود سلا ببریم RPG بمب دستی یا کدام چیز دیگه؟ ما نفهمیدم قماندان صاحب. درست است خواستگاری میکنم بعد از در اولین فرصت. تشکر قماندان صاحب. زنده باشین قماندان صاحب. قماندان صاحب اگه پدر یا مادرم زنده می بودم مزاحم شما نمی شدم. خصوصا در قسم یک حالت آدم کمه. بله خوب استم جنکم تو چطور هستی؟ خوب هستم. برات یک خبر دارم. همراه قماندانم گپ زدم. خب قبول کرد دیگه. قبول کرد به خواستگاریت بیایم. باورم نمیشه. این خوبی سیر خبر خوش است. خب چی وقت میاین؟ چی وقت میاین؟ به خواستگاری چی وقت میایه جانم؟ باید آمادگی بگیریم براک موضوع جدی است. خب بلا هر دقیقه امکان داره. هر دقیقه؟ کی قسم به خواستگاری میایه براک؟ مزاق میکنی؟ از وظیفه ما خوب خبر هستی نه؟ مخصوصا قماندان صاحب. اوه از همین خاطر تو همیشه آماده باش. همیشه آماده باش.
تو با خدایا خود درست است. بازم کوشش کو برام خبر بده. درست است. خب ما چی وقت دیده میتونی؟ خب اگه بعد از ما باشه خب ما میخوایم همیاله بیایم پیشت تو رو ببینم. میفهمم جانم میفهمم. متوجه خود باش. درست تو میدونم تو میبوسمت. مادر براک زنگ زده بود. همراه قماندان خود گپ زده به خواستگاری من میایم. خدا خوب کنه دختره. خب چی وقت میاین؟ نمیفهمم. هر دقیقه